بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح در مورد VPS. لازم دونستم که توی یک ویدیو به صورت مجزا همین اول آموزش براتون بگم که دراگون رو نمیتونید روی سرویس های هاستینگ بیارید بالا. مثلا سایت هایی هستن، حالا کمپانی هایی هستن که میان هاستینگ ارائه میدن برای مثلا PHP، برای پایتون، حتی برای زبان های دیگه، ولی C++ به این شکل نیست. یعنی شما نمیتونید اون رو روی هاست بیارید بالا و نیاز داره که حتما VPS تهیه کنید. VPS مخفف Virtual Private Server هست که توی این ویدیو قصد نداریم نحوه راه اندازی دراگون روی VPS رو بهتون آموزش بدیم. فقط میخوام که در جریان باشید که وقتی دارید با C++ کار میکنید نمیتونید مثل بقیه زبان‌هایی که حالا یکم مرسوم‌تر هستن مثل PHP یا چیزای دیگه با هاست کار کنید و نیاز دارید که حتما VPS خودتون رو تهیه کنید. هزینه‌اش یک مقدار بالاتره به نسبت هاست، ولی با توجه به اینکه منابع خودتونن و اختصاصی‌ان نتیجه بهتری میتونید بگیرید و همینطور میتونید روی یه VPS هرچند که بخواید سایت بیارید بالا. حتما لزومی نداره که برای هر یه دونه سایت یه دونه VPS تهیه کنید. مثلا اگه سایت مال خودتونن میتونید چند تا سایت روی یه دونه VPS روی پورت‌های مختلفش بیارید بالا و ازش استفاده کنید. خداوند یار و نگهدار.